کانال یوتیوب من خوش اومدین. من پیگاه هستم. امروز میخوایم با همدیگه کیک کرمی توت فرنگی درست کنیم. اول کرم رو آماده میکنیم. همه مواد کرم به جز وانیل رو در حد مخلوط شدن هم میزنیم و روی حرارت متوسط میذاریم. یکم دیگه هم میزنیم، صبر میکنیم تا موادمون غلیظ بشه و به قوام برسه. موادمون که غلیظ شد وانیل رو بهش اضافه میکنیم، مجدد هم میزنیم، زیر گاز رو خاموش میکنیم، کرممون رو میذاریم کنار تا خنک بشه. تخم مرغ و وانیل و شکر رو اونقدر با هم میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. حین کار حتما چند بار دورگیری کنید و مجدد هم بزنید. شیر و روغن رو اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. آرد و بیکینگ پودر رو الک میکنیم و طی 2 مرحله اضافهش میکنیم. بعد به آرومی با لیسک هم میزنیم. حتما آروم هم بزنید تا پف کیکتون نخوابه. قالب رو چرب میکنیم و کفش و کاغذ روغنی میذاریم. بعد مواد کیکمون رو توی قالب میریزیم. کرم رو میتونید مثل من داخل قیف بریزید. بعد طبق ویدیو روی کیکتون اضافه کنید. در آخر توت فرنگی ها رو به اندازه دلخواهتون روی کیک بچینید. من چون توت فرنگی زیاد دوست دارم زیاد توت فرنگی روش چیدم. توی فر از قبل گرم شده برای 50 دقیقه تا 1 ساعت اجازه میدیم که بپزه. توضیحات کامل رو توی کپشن براتون نوشتم. حتما مطالعه کنید کپشن رو. برای تزیین کیک میتونید از پودر قند استفاده کنید. امیدوارم این کیک رو درست کنید و ازش لذت ببرید. نوش جان.